در قسمت قبلی به جایگاه اولیه بهرام چوبین و فتوحات وی اشاره کردیم و شرایط حکومت ساسانیان در زمان او و قبلتر از بهرام را برای شما توضیح دادیم و در مورد حاکم وقت ساسانیان یعنی هرمز چهارم و در مورد ماهیت این شخص و ایدئولوژی و عملکردهاش در کنار بهرام چوبین مطالب مهمی رو خدمت شما ارائه دادیم و شرایط دربار و اشراف و موبدان زرتشتی رو در زمان هرمز چهارم توصیف کردیم و در نهایت هرمز به خاطر عملکردهاش دشمنان بسیار زیادی در بین دربار و اشرافزادگان و موبدان پیدا کرده بود و این اشخاص به شکلی به دنبال سرنگون کردن شاهنشاه فعلی ساسانیان بودند. از آن طرف هرمز چهارم به خاطر ترس و حسادت و کینه نسبت به محبوبیت بهرام چوبین در سرزمینش اون را از مقام مهمش در ارتش خلع کرده بود که باعث شده بود بهرام چوبین بسیار نسبت به این فرمان عصبانی بشه و تبدیل به یک یاغی در قلمرو ساسانیان بشه. بهرام چون در ارتش بزرگ تحت کنترل خودش بسیار محبوبیت داشت، تمام سربازان گوش به فرمان بهرام بودند. او هم به سربازان خود دستور لشکرکشی به سمت تیسفون پایتخت ساسانیان رو داد. نظامی‌های ارتش هم بدون چون و چرا این دستور فرمانده خود رو قبول کردند. زمانی که ارتش بهرام به حرکت درآمد، این خبر به هرمز رسید و چیزی که هرمز چهارم ازش می‌ترسید بالاخره اتفاق افتاد. بعد از سرکوب و شکست تمام ابرقدرت‌های مهم دنیا در منطقه برای حکومت ساسانیان، حالا کشور در شورش و جنگ داخلی و بزرگی فرو رفت. هرمز به فرماندهان و سربازانی که تحت کنترل خودش داشت و بخشی از ارتش که در تیسفون حضور داشت دستور داد که به سمت ارتش بهرام چوبین حرکت کنند و وی رو سرکوب کنند و وادار به تسلیم شدن کنند. از آن طرف اعدام اشرافزادگان و موبدان زرتشتی به دستور هرمز همچنان ادامه داشت و روز به روز اعتبار هرمز در بین نظامیان و اشرافزادگان کمتر میشد و عملاً این شاهنشاه روز به روز تنهاتر از قبل میشد. بهرام چوبین هم توانسته بود پیروزی‌های موفقی رو در برابر ارتش‌های هرمز به دست بیاره و اونها رو یکی پس از دیگری شکست بده و روز به روز تهدید بزرگتری برای هرمز بشه. و اگر هم به دوران سلطنت هرمز نگاه کنید، می‌بینید این شخص در دوران 10 ساله حکومت خودش کاملا درگیر جنگ با تهدیدهای خارجی و داخلی بوده. در بیرون هجوم خزرها و بیزانس‌ها و خاقان ترک به قلمرو ساسانیان و از داخل شورش بهرام چوبین و بخش بزرگی از ارتش ساسانیان که تحت فرماندهی او بودند. اما هرمز از جای دیگر هم در خطر بسیار بزرگی قرار داشت که خودش حتی فکر نمی‌کرد روزی برسه که از سمت اشرافزادگان مورد ترور و نابود شدن قرار بگیره. شرایط داخلی برای هرمز به قدری پیچیده و ناهموار و آزاردهنده بود که وی نمیدانست وقت خود را برای کدام یک از وضعیت‌های نامتناسب قرار بده. نکته جالب در مورد هرمز چهارم این بود که او برای اینکه از وضعیت مردم عادی دهقانان با خبر بشه، شخصا از نزدیک به زندگی مردم توجه می‌کرد. اما برگردیم به زمانی که جنگ بین بهرام و هرمز به بالاترین حد ممکن رسیده بود. هرمز شخصی به نام ایزدگشسپ رو به عنوان فرمانده سپاه انتخاب کرد تا بره بهرام چوبین شورشی رو سرکوب کنه. اما زمانی که ایزدگشسپ به همدان امروزی رسید، توسط یکی از نزدیکان خودش کشته شد. هرمز باز سپاه دیگری به سوی مقابله با بهرام فرستاد که باز همین سپاه از بهرام چوبین شکست سختی خورد. از آن طرف هرمز دستور داد دو شخص مهم اشراف با نام ویستهم و بندوی که برادر همدیگر بودند رو دستگیر کنند. بندوی به دستور هرمز دستگیر شد، اما ویستهم توانست از دست هرمز فرار کنه. نکته جالب در مورد ویستهم و بندوی این بود که این دو شخص برادر زنهای هرمز چهارم و دایه‌های خسرو پرویز بودند و در این زمان ویستهم حالا که جان خود رو در خطر دیده بود و برادرش در بند اسیر هرمز چهارم بود، میدانست که قدرت هرمز در دربار اشراف و ارتش و حکومت کاهش پیدا کرده. ویستهم نقشه زیرکانه برای خلع هرمز کشید. او میدانست که پسر هرمز خسرو پرویز با پدر خود رابطه خوبی نداره و منفعت طلبی رو در وجود خسرو پرویز میدید، چیزی که بعداً در حکومت خسرو پرویز هم به شدت زیاد قابل مشاهده بود. ویستهم که دایی خسرو پرویز بود و رابطه نزدیک با او داشت، با استفاده از شورش‌های مختلف در کشور و تهدیدهای بهرام چوبین توانست از فرصت استفاده کنه و برادر خود بندوی که در تیسفون زندانی بود رو فراری بده و همراه با برادر خود با کمک خسرو پرویز کودتایی در اشرافزادگان بر علیه هرمز قرار بده. و چون اشراف بسیار در زمان هرمز اقتدارشون در کشور پسرفت داشته و مورد آزار و اذیت هرمز قرار گرفته بودند، در این کودتا سهیم شدند و به ویستهم و خسرو پرویز کمک کردند. آنها از طریق این کودتا چشمان هرمز چهارم رو کور کردند و بعد به زندان انداختند و در مدت کمی بعد هرمز چهارم رو به قتل رسوندند. و بعد از این واقعه خسرو پرویز در تیسفون پایتخت ساسانیان تاج شاهی بر سر گذاشت. بهرام چوبین کشته شدن هرمز چهارم به دست خسرو پرویز و اطرافیانش رو بهانه‌ای برای لشکرکشی به سمت تیسفون قرار داد. خسرو پرویز بعد از به شاهی رسیدن می‌خواست که با بهرام چوبین با خوبی رفتار
برگزار کنه. به همین دلیل سریعا اون رو به مقام قبلیش در حکومت ساسانیان یعنی اسپهبدی در حکومت رساند. اما بهرام چوبین دیگر به این پست و مقام راضی نبود، بلکه تاج شاهی رو می‌خواست. نکته جالب در مورد بهرام چوبین این استش که اولین کسی بود که تبار و نژادی در خاندان سلطنتی ساسانیان نداشت اما علیه حکومت قیام کرده بود. خسرو پرویز که هر چقدر تلاش می‌کرد با وعده وعید بهرام رو راضی خود کنه ناموفق بود و بهرام نمی‌خواست که یک پسر جوان در جلوی چشمانش به تخت بنشیند. به همین دلیل او با خسرو هم اعلام جنگ کرد. خسرو هم که دید تلاش‌هایش بیفایده است، لشکر خود را از سمت تیسفون راهی جنگ با ارتش مصمم بهرام چوبین کرد که ارتش خسرو به سختی در این جنگ شکست خورد. خسرو پرویز هم مجبور شد از تیسفون به سمت آذربایجان فرار کنه و بعدتر پناهنده امپراتوری بیزانس بشه و بالاخره بهرام چوبین با کنار رفتن اشخاصی مثل هرمز چهارم فرزندش توانست بالاخره شاهنشاه بشه. بهرام چوبین که حالا به قدرت رسیده بود فکر میکرد که موبدان اشرافزادگان در کنار او باشند و از او حمایت کنند، اما اشرافزادگان به هیچ وجه دنبال رو و حمایتگر بهرام چوبین نبودند، بلکه او چون از خاندان اصیل ساسانی نبود به عنوان شاهنشاه ساسانی پسند نمی‌کردند. از آن طرف خسرو پرویز هم بیکار ننشسته بود. او با دختر امپراتور بیزانس مریم ازدواج کرد و از بیزانس سپاه قدرتمند برای گرفتن حکومت ساسانیان گرفت و به بیزانس وعده‌های مهمی رو داده بود. از آن طرف زمانی که اشرافزادگان متوجه لشکرکشی خسرو پرویز شده بودند، همه آنها از جمله بیستم و بندوی و اشرافزادگان و سپاهیان ارامن و ارمنستان به خسرو پرویز پیوستند و در اینجا کار حالا بهرام چوبین تنها باید به مقابله با تمام اشرافزادگان ارتش بزرگ و مجهز از بیزانس ها و ارامن و اشراف ساسانی میپرداخت. او خودش و لشکرش را آماده نبرد با خسرو پرویز کرده بود و از تیسفون شروع به حرکت کرد و حتی در بین النهرین هم ارتش‌های ایرانی مختلفی به ارتش خسرو پیوستند و شرایط بسیار برای بهرام سخت و مشکل شده بود. و اگر هم به این وضعیت بهرام چوبین دقت کنید می‌بینید که در اصل اشرافزادگان و بزرگان ساسانی از زمانی که بهرام به حکومت رسیده بود به دنبال سرنگونی او بودند و با خسرو پرویز در جهت یک نبرد بزرگ با بهرام در ارتباط بودند. برای همینه که زمانی که خسرو پرویز شروع به لشکرکشی کرد، ارتش‌های ارمنی و بین النهرین به علاوه اشرافزادگان به صورت هماهنگ و متحد به همدیگه پیوستند. و اینجا هم میشه فهمید که بهرام چوبین با اینکه نابغه نظامی به شمار میرفته اما در سیاست هوش ذکاوتی پایینی داشته و دقیقاً به آن چیزی که در سیاست دولت ساسانیان فکر می‌کرده و اطمینان داشته، یعنی اشرافزادگان و موبدان از او حمایت می‌کنند، برعکس رخ داده و تمام آنها در واقعیت کاملاً بر علیه او بودند و فقط منتظر فرصتی برای پایین کشیدن بهرام از تخت شاهی بودند. اما با گذر زمان بهرام کم کم داشت متوجه می‌شد که افراد بزرگ ساسانی علاقه به حکمرانی او در ایران شهر ندارند. برای همین شهر تیسفون رو برای ادامه زندگی خودش مناسب نمی‌دید، بلکه حتی در این شهر احساس خطر هم می‌کرد. به خاطر همین به منطقه سلوکیه در بهقوات مهاجرت کرد و چیزی که بهرام چوبین ازش مطمئن بود و میدانست در آینده این اتفاق رخ میدهد جنگ دوباره با خسرو پرویز بود. در نهایت بعد از لشکرکشی دو طرف بالاخره خسرو پرویز و بهرام چوبین در منطقه آذربایجان باستانی در نزدیکی دریاچه ارومیه جنگ بزرگ میان دو سپاه صورت گرفت که در نهایت بهرام چوبین و ارتشش در این جنگ مورد شکست سختی قرار گرفتند. بهرام که در تنگنا قرار گرفته بود مجبور شد به سمت حکومت خاقان ترک فرار کنه و در منطقه تحت سلطه خاقان ترک از بهرام به خوبی پذیرایی شد و به واسطه علم و آگاهی که بهرام در عرصه‌های نظامی داشت تبدیل به یکی از مشاورین و دوستداران امپراتور خاقان ترک شد. خسرو پرویز زمانی که فهمید بهرام چوبین همچین وضعیتی داره، بهرام چوبین رو تهدیدی بر علیه حکومتش میدید. خسرو پرویز با فرستادن هدایای گران قیمت به همسر امپراتور خاقان ترک از او خواست که بهرام چوبین رو به قتل برسونه و در نهایت یکی از خدمتکاران همسر شاه خاقان بهرام چوبین رو با خنجری زهرآلود کشت و بهرام چوبین یکی از نابغه‌های نظامی ایران باستان به این شکل ناباورانه و حقیرانه کشته شد.